در کودکی من فقط کتی بچه‌ها بازی میکردم و فقط از آنها شطرنج می‌خوردم، جنگ می‌شدم. حالا کلان شدم و آنها را می‌بینم از کار کردگیم در کودکی از کار کردگیم شرم می‌دارم و نمی‌دانم با آنها چه نگاه کنم. من یک کاری کردگی هستم در کودکی که تا حال از در یادم اومدن شرم میکنم. وقتی که من خرد بودم خیال میکردم که جنسی زن و مرد یک خیلی است. وقتی که بابام به حاجت خانه میروند من از قفاشون میرم که منم یک بار بینم در کشه. یک روز از نزدی باغ میگذاشتم که یک پسر یک دختر خطی صحبت میکرد. بعد هم دوگانه هم مرا گفت که رفته اگر هوای سویدن رو ویران کنم با توی یک شکلات خریده میتونم. من هم آمدم سویدن اونها رو ویران کردم. چقدر ویران کرده؟ گفتم با تو که اجازه داد که تو اینجا آمدی در اینجا و گفت که چه اینجا اجازه میگیرم با میایم. گفتم ها از کی؟ گفتم از ما. بعد گفت که بیا کمک را نمیشناسم این سویدن من ویران نکن. گفتم ها مرد شما همه تو نمیخیر نواشه دیدین دیگه کدومش نمیشناسم. او دختر پس چیکار کرد؟ پس اون دختر سنی پسر گفت که وجه تو باشد زمین کفت من در اون گفت و بعدم رفت براهش پسر مون در همونجا. وقت داشته بچگی کرده بوده یوشی بوده یا دختری همسایه را غم بداده. حالا که دختری همسایه شو کرده فوز یک تو به خطی شوش میدونم من او را میبینم شر میدارم اون من را میبینم شر میدارم اما کرده خود پشیمونه دیگه حوض هم میدونم پشیمون شده که چون ما وقت جوی غم دادیم دارو جوانی در عاشق شدیم وعده دادیم نگرفتیم. از همون شرم می‌داره؟ البته خیلی وقتی که بخوریم بینیم چه شرم می‌داریم. در خاطرم هست که در وقت خوردی نمیدونم من صنف 7 هشتیم و برادرم کتی جنگ شدگی بودم تا حال در یادم میآید که گپش را نگرفتگی همه پشیمانی میکنم از همه کتی برادرم جنگ شدگی.